کارانی که این لحظه برنامه موضوع رو طریق تلویزیون بدخشان تماشا دارند و ما در برنامه امروزه موضوع اطراف فعالیت بانک ها یعنی فعالیت نمایندگی سربانک های جمهوری تاجیکستان در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان میخواستیم یک صحبت اختصاصی را منظور شما گردانیم و این برنامه در رابطه با پنهشوی بیماری کووید 19 در قلمرو جمهوری تاجیکستان و چاره های یعنی اون تدبیرهایی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان روی دست گرفته است در مورد بعض امتیازها که حکومت جمهوری تاجیکستان پیش بینی نموده است میخواستیم اوید این مسئله ها با اشتراک نمایندگان سربانک های جمهوری تاجیکستان در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان و مهمانان عزیز از حضور هر یک شما در برنامه امروزه خیلی سپاسگزار هستیم که شما دعوت ما را قبول نمودید. در برنامه ما حضور دارد رخشاد اشوربک و دیرکتور جمعیت دارای مسئولیتش محدود تشکیلات قرضدهی خرد یعنی رشد کوهستان، زینب محمد نظرزاده مدیر فیلیال رقم 66 بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در ولایت مختار کوهستان بدخشان، زین العرب قوز دولت زوده مدیر شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان، محمد عاشور محمد اکبرов دیرکتور فیلیال جمعیت سهامی پوشیده اولین بانک مالیوی خرد در ولایت مختار کوهستان بدخشان و نسیم رحمت شویف راهبر جمعیت دارای مسئولیتش محدود تشکیلات خرد قرضدهی مدینه و همکاران حضور دارند. بار دیگر اشتراک هر یک شما را در برنامه امروزه خودمان خیلی خوش آمدید میگویم و ثانیاً میخواستم سوال های خود را برای شما منظور بکنم تا بینندگان یعنی با اون نافهمی هایی که امروز در بین مردم در جامعه روی کار آورده شدند بتوانند طریق جواب های صحیح شما یعنی به همان نافهمی های خود پاسخ های مناسب را دریافت نمایند. سوال نخستین من با زین العرب قوز دولت زاده مدیر شعبه منطقوی بانک ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان. زین العرب چنانی که معلوم است یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان با بانک ملی جمهوری تاجیکستان دستور دادند که برای در حالت بحرانی یعنی با سبب های اونی که امروز کووید 19 متاسفانه در قلمرو جمهوری تاجیکستان به قید گرفته ایستاده است و این با فعالیت صاحبکاری در منطقه عموما یک لطمه خود را زده ایستاده است. از این خاطر بعضی از صاحبکاران یعنی نمیتوانند که برای خود محافظتی نمیتوانند که از دایره خانه خود به بازار و دیگر جایهای تجارتی خود یعنی به تجارت برایند و به تجارت مشغول شوند. من میخواستم در مورد تصمیم بانک ملی جمهوری تاجیکستان برای بینندگان ما یک معلومات مشخص میدادیم. به همگان معلوم است که امروز جامعه جهانی از جمله جمهوری تاجیکستان عزیزمون در مبارزه با پیشگیری پاندمی کووید 19 قرار دارد. وضعیت به عمل آمده از هر یک ساختار دولتی وادار می سازد که با استفاده از تمام امکانیت های جای داشته خیش در پیشگیری این وبای عصر حصه ارزنده گذارند. بانک ملی تاجیکستان با مقصد اندیشیدن تدبیرهای سریوقتی و دستگیری پرداخت پذیری تشکیلات‌های قرضی مولوی امکانیت‌های زیرین را پیشنهاد نموده است. از یکم ماه سال جاری معیار بوستانویل یک بند فایزی پس کرده در سطح 11 از 10.75 فایز سالانه مقرر کرده شد. دوم از یکم اپریل سال 2020 معیار ذخیره های حتمی تشکیلات های قرضی مولوی از روی پسندازها با پول ملی از 3 فایز عمل کننده به 1 فایز و با اسعار خارجی باشد از 9 فایز عمل کننده به 5 فایز پس کرده شد. سیوم تا یکم سپتامبر سال جاری تشکیلات های قرضی از پرداخت خدمت رسانی های حساب برابر کنی که
توسط نظام‌های پرداختی بانک ملی تاجیکستان عمل می‌شوند آزاد کرده شدند. اقدام‌های مذکور می‌توانند امکانیت‌های مولوی تشکیلات‌های قرضی را در دوره بحرانی بهتر نمایند. تشکر از شما، سلامت باشید. و آیا این قرار بانک ملی جمهوری تاجیکستان امروز اون نمایندگی سربانک‌هایی که در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالیت میکنند در دست دارند یا نه؟ نگفته نماند که مکتوب از طرف بانک ملی تاجیکستان دایر به دستگیری تاجران و صاحبکاران داخلی که به استحصالات مشغول هستند ارسال کرده شد. ایناب محمد نظرزاده، مدیر فیلیال رقم 66 بانک دولتی جمهوری تاجیکستان امانت بانک یعنی ایفای وظیفه میکنید. لطفا میگفتید که عملی شوی این تصمیم حکومت جمهوری تاجیکستان و قرار بانک ملی جمهوری تاجیکستان امروز در شما یعنی در نظام بانکداری شما چگونه براه مانده شده است؟ ریاست بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان در سال 2020 با قرار ریاست معیارهای فایز قرضای پیشنهاد شده دو بند فایزی یعنی که با اسعار ملی از 18 تا 24 فایز سالانه مقرر کرده شد و سنه یکم می یکی با مقصد سهمگذاری در سمت یکی از هدف‌های استراتژی مملکت یعنی که تامین ممنوعیت ارزقه‌واری اقدام پیشنهاد قرضای امتیازناک را تحت عنوان کشاورز راه اندازی نموده است. قرضای مذکور از 3000 سامانی تا 500,000 سامانی و متناسباً با ارز خارجی نیز با مهلت تا 3 سال پیشنهاد می‌گردند و از 2 تا 6 ماه اول به قرضا امتیاز داده شد و قرضگیران می‌توانند در این مدت فقط از فایز قرض پرداخت نمایند. باقی مانده مبلغ‌ها را در مدت 36 ماه پرداخت نمایند. به حالت امروزه از قرض‌های امتیازناک برای ساحه کشاورزی که بانک شما اختصاص می‌دهد یعنی به کدام تعداد مشتریان توانستند از بانک شما بهره بگیرند؟ شروع از اول ماه مارس سال جاری از قرض‌های امتیازناک 2 میلیون سامانی قرضا پیشنهاد گردیدند. این قرضا اساساً به سوی چربه‌داری، برای کشتکار بهاری و رشد سوی کشاورزی پیشنهاد کرده شدند. محمد عاشور محمد اکبرов از بس که اولین بانک مالیوی خرد یعنی در ولایت مختار کوهستان بدخشان یکی از بانک هایی که یعنی مشتریان سرشمار را دارد و در وضعیت امروزه که تصمیم بانک ملی در مورد یعنی پیش بینی نمودن امتیازهای مهلتناک شما چه اندیشه دارید؟ یعنی برای مشتریان این بانک امروز کدام پیشنهادها رو شما در زمان بروز بیماری کووید 19 پیش بینی نموده استید؟ میخواستم خیلی نمایم که کسلی بیماری گویم که کرونا ویروس کووید 19 به جمهوری ما هم به منطقه ما هم وارد شد و البته در برابر هونی که در دیگر جمهوری‌ها به اقتصادیات این مملکت‌ها تاثیر منفی خودش را رسانده است. در جمهوری تاجیکستان هم این کسلی در برابر هونی که بازارهای مال و محصولات نیاز مردم، نقطه‌های خدمت رسانی و دیگر نقطه‌هایی که وابسته به غیر از نقطه‌های فروش خوراکواری با مقصد پیشگیری نمودن این کسلی در قلمرو جمهوری البته در روزهای نزدیک محکم شده ایستادند و این البته با اقتصادیات مملکت، با اقتصادیات منطقه، با خود فعالیت صاحبکاران منطقه تاثیر منفی خواهد رسانید. ولی این اکنون فکر میکنم که روزهای حوال است و این روزها مشکل‌ها هنوز با قید گرفته نشدن، ولی در روزهای آینده ممکن است که اگر همین مهلت
گویم که درازتر شود و گویم که امین کارهایی که عملی شده دادن ملت درازتر رو گیرد و میتواند با فعالیت این صاحبکاران تاثیر منفی رساند و امروزا ما میبینیم که صاحبکاران ما مزاجانی که از بانک های ولایت قرض گرفتن و از جمله از اولین بانک مالی خود اونا کمی در تحالک هستند، کمی در فکری هستند که آینده باید ما چیکار کنیم. آینده گویم که در پرداخت قرضا ممکن است که مشکلات پیدا شوند. این هست البته و با مقصد گویم که پیشگیری نمودن این مسئله در خود نظام بانکی هستند قاعده و طلبات ها که از طرف بانک ملی تاجیکستان اونو مقرر کرده شده هستند و نو بسته از من چنین حالت های فوق العاده این طلبات ها این کارها عملی می شوند در بانک و ما هم در برابر دیگر بانک های عمل کننده فیلال های بانک های عمل کننده برای مزاجون یک قطار گویم که کارها رو یک قطار پیشنهادها رو ما میتونیم که عملی نمودن. این البته تمدید نمودن قرض، این پیشنهاد نمودن مهلت امتیازی برای قرض اساسی، برای فایزها و تجدید نمودن قرض که امروزا ضرور است برای صاحبکاران. ما در این مسئله امروزا فکر کرد سودیم و با خواهی کنم که این کارو در مرحله آموزش قرار دارن، در مرحله تحلیل قرار دارن و وابسته از قرارداد و وابسته از اون پیشنهادایی که رهبرت بانک برای ما پیشنهاد میکنند ما از روی اون عمل میکنیم. تشکر، سلامت باشید. و چنانکه که ما امروز شاهد حال هستیم که یعنی آن قسمت اساسی بازار مرکزی شهر خورق یعنی مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان بدون از یک دو نقطه فروش محصولات کشاورزی، محصولات دیگر غذایی یعنی تنها فعالیت میکنند و فروش دیگر نمود محصولات یعنی اسباب‌های روزگارداری و دیگر نمود تجارت عموما در بازار تا اندازه از طرف خود همان تاجران محدود شده است به خاطر پیشگیری از بیماری و ابتلا نشدن به بیماری کووید 19 و آیا در ماه روان یگان پیشنهاد از طرف چنین تاجران عنوانی بانک شما یا دیگر بانک های فعالیت کننده قلمرو ولایت یعنی پیشنهاد رسمی وارد شده است که صاحبکاران یگان پیشنهاد دادن که در حقیقتا یعنی شما چنان که در اینجا اشاره نمودید یعنی تمدید نمودن مهلت قرض پیش بینی می شود. در این مورد شما چرا قید کرده میتونید؟ با اولین بانک مالی خورد و فیلال بانک از روزهای اول هفته که همین حالت گویم که حالت کنونی که با کسلی وابسته است سر شده بود. صاحبکاران البته صاحبکاران فعال که برای پیشبرد فعالیت صاحبکاریشون گویم که سرکار دارند و یا حلقه به بانک یک چند نفرشون پیشنهاد دادن، یک چند نفرشون مراجعت نمودن برای گویم که یگان امتیاز دادن از طرف گویم که بانک و چه خیلی کردیم در همین شب روز برای مزاجان خودمون همین گویم که امتیازهایی که ما در بالا قید کردیم همین پیشنهاد کرده میتونیم. محمد نظرزاده شما در تقویت فکری محمد آشور یعنی چی گفته میتونید؟ چون از طرف صاحبکاران یگان رسما یگان پیشنهاد وارد نشده است و ما اگر به یگان پیشنهاد اگر رسما پیشنهاد داخل شود ما به عنوانی ریاست بانک البته آن را ارسال می نماییم و با دستور ریاست بانک چاره ها را راهاندازی می نماییم. بخشود اشوربک و دیرکتور جمعیت دارای مسئولیتش محدود تشکیلات قرضدهی رشد کوهستان طوری که پیش از آغاز صحبت در اینجا معلوم شد یعنی معین شد الکی
بانک شما برای میزوجون خود یک قطار پیشنهادها رو یعنی راه اندازی نموده است. اون پیشنهادهایی که از طرف بانک ملی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیدن یا الکی در شما روی دست گرفته شدن و مورد عمل قرار دارند. میخواستم اوید فعالیت عمومی بانک یعنی قرضدهی رشد کوهستان برای بینندگان ما یک معلومات کوتاهی رو منظور می نمودید. تشکیلات قرضی خود رشد کوهستان اساساً به دادن قرض‌های خرد مشغول می باشد و از این لحاظ تشکیلات ما نسبت کسانی که امروز تمام جهان رو فرا گرفته است بی‌طرف نیستند و ما توسط گفت و شنید با شورای ناظران که ارگان عالی تشکیلات ما می باشد گفت و شنید کردیم و با خلاصه آمدیم که اگر شد مزاجان ما با مشکلی روبرو شوند ما بعضی امتیازها رو برای مزاجان می توانیم پیشنهاد نماییم و این کار رو ما کرده ایستاده‌ایم. از طرف مزاجانی که برای آنها قرض داده شدگی بود رسما پیشنهاد اومده بودند و ما توانستیم برای بعضی مزاجان بعضی امتیازها رو پیشکش نمودیم. تشکیلات ما میتواند اگر شده مزاجان با مشکلی روبرو شوند میتوانیم ما قرضها رو تمدید نماییم. یعنی تمدید یعنی دراز نمودن مهلت قرض. این چنین دیگر ما میتوانیم برای مزاجانمون قرضها رو تجدید نماییم. تجدید یعنی ما میتوانیم هم مهلتشون زیاد کنیم و هم میتوانیم تا 3-4 ماه موقع امتیاز دهیم. یعنی در مدت 3-4 ماه مزاجون میتوانند فقط فایزهای قرضشون رو سپارند و قرض اساسی رو بعدا سپارند. این چنین دیگر ما برای مزاجون برای سر وقت پرداخت نکردن قرضهاشون جریمه رو تماما نمیگیریم. جریمه رو عموما از 1 مای سر کرده تا حاضر از یگان مزاج ما جریمه گرفته نیستیم و نمیگیریم تا با اعتدال اومدن همین وضعیت ما کوشش میکنیم که در برابر چنین امتیازهایی که حاضر ما پیشنهاد کرده ایستاده‌ایم دیگر امتیازها رو توسط قرارهایی که از طرف شورای ناظران پیشنهاد میگردند پیشکش مزاجان ما نماییم. اوید قرضی در تشکیلات ما امروز ما دادن یگان قرض رو محدود کردگی نیستیم. فقط مبلغ قرض رو با تحلیل همه طرفه مزاج وضعیت مالیویشون دیده ایستادیم و قرض رو پیشنهاد کرده ایستادیم. قرض رو به یگان ممانعت برای تبابت، برای خرید روزگار، خرید وضوقواری داده ایستادیم. اینچنین برای مزاجان صاحبکاری که با خرید فروش وضوقواری مشغول هستند به یگان ممانعت در مدت کوتاه‌ترین قرضا رو میتوانیم پیشنهاد نماییم. تشکر، سلامت باشید. و نسیم رحمتشوی، شما در وظیفه راهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود تشکیلات خرد قرضدهی مدینه و همکاران فعالیت می نمایید. بگویید که در مورد پیشنهاد بانک ملی جمهوری تاجیکستان عموما این تشکیلات قرضدهی خرد شما امروز چه اقدامی را در دست دارد؟ البته ما هم بحری یعنی دستگیری به صاحبکاران توصیه های هم بانک ملی جمهوری تاجیکستان گرفتیم، هم حکومت جمهوری تاجیکستان رو گرفتیم و در نوبت خود چاره‌های ضروری رو ترتیب دادیم که البته چه خیلی که گفتن الکی توزیع صاحبکاران چی با دشواری دچار شدگی نیستن، لیکن هم ما میدونیم که اگر یک ماه دیگر این خیلی وضعیت دوام بیاد البته صاحبکاران با دشواری دچار میشن و دشواری اساسیشون به فکر این است که سپردن قرض رو یعنی قرضهاشون رو سپردن نمیتونن و ما تصمیم گرفتیم که در آینده البته اگر مشتریان ما با چنین دشواری دچار شوند ممکن است یعنی یک چند چاره ها رو پیشنهاد میکنیم. ممکن قرضشون رو تمدید میکنیم، دیگر یعنی امتیازها رو پیشنهاد میکنیم و البته ما هم بالاخره تصمیم گرفتیم که از مشتریانی که در وقتشون مبلغشون رو سپردن اگر نتوانند البته چارهایی که بانک‌ها یعنی پیش بینی میکنن با مثل جریمه گرفتن البته از این چاره ها ما هم خودداری میکنیم.
تشکر سلامت باشید و عموما ترتیب پیشنهاد قرض امروز برای میزوجان برای مشتریان در اولین بانک مالیوی خرد و در بانک دولتی جمهوری تاجیکستان امانت بانک عموما چگونه براه مانده می شود در وضعیت کنونی؟ در اولین بانک مالیوی خود تا به امروز یگان ممانعت یا که یگان محدودیت نسبت پیشنهاد نمودن قرضا وجود ندارد. ما میتوانیم همه گونه قرضا را وقتی که مزاج پیشنهاد کرد تحلیل نماییم، پیشنهاد نماییم و گوییم که با کمیته قرضی سربانک پیشنهاد نموده گوییم که دیده برآمده شوند و البته در این حالت هایی که امروز جامعه دچار شده است خود گویم که مزاجان هم برای گرفتن در قرضای کلان درخواست نداده استودند جرأت نمی کنند چون که از همین چیز باید گویم که باید فکری کرد و برای قرضای خرد قرضای میانه یگان ممانعت نیست پیشنهاد کرده استودند ما این قرضای دیده برآمده برای مزاجون میتونیم به یگان ممانعت پیشنهاد کرده دادن. تشکر سلامت باشید و در بانک دولتی جمهوری تاجیکستان امانت بانک وضعیت چگونه است؟ فیلال‌های بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در ولایت نوابسته از وضعیت به عمل آمده فعالیت خود را در سمت خدمت رسانی بانکی چون هر وقت براه مانده ایستاده است و اهالی ولایت می توانند به ممانعت از خدمت رسانی بانکی استفاده برند چون پیشتر ما هم به دادن قرض یگان مانع نداریم و از دادن قرضای کلان ما هم خودداری کرده ایستادیم اینچنین شهروندان هم خودشون حاضر و جرأت نکرده ایستادن که قرضای کلان نگیرن و چون پیشتر ما هم در کمیته قرضی هر یک عریضه شهروندان رو همه طرفه سنجیده یعنی که حالت مولوی پرداخت پذیری همون قرضگیر رو همه طرفه سنجیده قرضای خرد و میانه رو پیشنهاد کرده ایستادیم. قرضای ما از 18% سالانه تا 24% سالانه هستند و مهلت قرض تا 36 ماه. قرضایی که تحت گرو هستند به سوی تجارت و صنعت با 22% سالانه پیشنهاد کرده می شود. قرضایی که برای سوی رشد دهات سیاحی احیای هنرهای مردمی 18% سالانه پیشنهاد کرده می شود و چون در بالا قید کرده بودم اقدام بانک برای قرضای کشاورز هستند این قرض تا 1 ایون تمدید کرده شد و می توانند خواجگی از این قرض هم در قلمرو ولایت استفاده برند. یعنی قرض برای رشد ساحه کشاورزی با کدام مهلت داده می شود؟ این قرض برای ساحه کشاورزی این هم به مهلت تا 3 سال پیشنهاد کرده می شود یعنی که این هم از خودی قرضگیر وابسته است به کدام مهلت قرضگیر عریضه رو پیشنهاد می نماید. در مجموع اگر وابسته به مسئله بررسی شده یگان نفر از شما اگر بخواهد یگان موضوع رو شاید ما نتوانستیم در جریان صحبت به عرض شما پیشنهاد نماییم شما می توانید مستقیما امون چی مطلبی که امروز در دل دارید یعنی یا شاید مراجعت باشد به تماشابینان عزیز تلویزیون بدخشان مرحمت لطف کنید. در نوبت اول ما میخواستیم که با مزاجان بانک مراجعت کرده بگوییم که جمعیت ما این گوییم که بوران اقتصادی حول یا که وای نیست بوران‌های پیشتر رو از سر گذراندیم و باوری داریم که این بوران هم از سر پس می شود و ما باز با زندگی همه روزه پیشتر با البته رفته می رسیم. ما می خواستیم که مزاجان بانک با تحلقه نفتند و در حالتی که وضعیت مالویشون کمی گویم که تغییر یافت اونا میتونن به یگان ممانعت با بانک طریق درخواست عریضه مراجعت کنند. ما البته وظیفه دار هستیم که این درخواست و عریضه رو دیده برایم و از روی امکانات هایی که بانک دارد ما میتونیم برای مزاجون
اون امتیازوی و اون مسئله گویم که نستاندن جریمه و دیگر امتیازها مثال از روی امکانات خود بانک دارد پیشنهاد نماییم و البته ما از این حالت فوق العاده ای که امروزا هست ما البته به خوبی میبریم و باید دو طرفه حرکت کنیم که هم مزاجون هم بانک ها با هم باشند با هم فعالیت کنند و با فعالیت هم دیگر تاثیر منفی نرسونیم باید در یک جایگی باید از این بحران برآمده باز فعالیت خودمون پیش بریم. من نیز به مشتریان بانک مراجعت نموده از همه شهروندانی که مبلغ پسندازی در بانک دارند من به شما مراجعت میکنم شما محترم پسندازگزاران به تعلق نفتید بانک چون پیشتر فعالیتش رو در همه سمتو به پرگی فعالیت کرده استوده است و من گفتنی هستم که امانت بانک بانک مردمی تاجیکستان است و مؤسس اون حکومت جمهوری تاجیکستان در شخصیت وزارت مالیه است پسندازهای شما که در بانک جایگیر هستند کفالت آنها رو حکومت جمهوری تاجیکستان به شما میدهد و اینچنین از فرصت استفاده برده از مزاجان محترم احترامانه خواهش مینمایم که هنگام استفاده از خدمت رسانی های بانکی قاعده های مهم محافظتی و مسافه را رعایت نمایند تا اینکه سلامتی خود و کارمندان بانک را در خطر نگذارند و به مزاجان محترم توصیه داده می شود که برای بخطری خود و اطرافیان خود از خدمت رسانی امانت آنلاین و SMS پیامک به طور فصیح استفاده برند. معاون رئیس مجلس ملی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان محترم یادگار فیضوف در مسئله پیشگیری با این وبای است امکان میتیند که ما هر یک ما در یک جایگی تیزتر از این مشکلات رها یابیم. من ایمان کامل دارم که مردم شریف ولایت مختار کوهستان بدخشان در متحدی همدیگر فهمی با رعایت چاره‌های پیشگیری از جمله گیگین شخصی، جمعیتی، پرهیز کردن از رفت و آمد به جاهای سیرودم و بلند برداشتن مسئولیت بدن خود می توانیم از این مشکلات ها پس سر کنیم. خواهیم نیز از فرصت استفاده برده باری دیگر به مزاجانی که از تشکیلات ما قرض گرفتن اگر شده با یگان مشکلی دچار شوید می توانید پیشکی با درخواست خودتون به ما مراجعت کنید و ما توانیم سر وقت برای شما اون امتیازهای رو که امروز من در اینجا قید کردم پیشنهاد کنیم و اینچنین من میخواستم برای همه مردم شریف بدخشان و تاجیکستان بگویم که چونانی که اینجا قید کردن فقط در یک جایگی فقط در متحدی ما میتوانیم این کسلی رو از بین براریم و ایشان همه شما در پناه خداوند باشید و صحت و سلامت باشید. تشکیلات ما یعنی شخصا من به مشتریانم و عموما به ساکنان ولایت توصیه ما این است که البته گین شخصی گین جمعیتی رو رعایت نمایند و یگان مشکلی اگر داشته باشم البته میتونند با تشکیل مراجعت نمایند و با توصیه های دکتران حکومت و شخصان مسئول البته گوش کنند و همه قاعده ها رو رعایت نمایند. البته این کسانی که پس سر وقتی که یعنی پس سر شد البته هم صاحبکاران به فعالیتشون مشغول میشن هم بانک ها فعالیت میکنند هم قرض هم پرداخت میشن. بله پرداخت میشن. سلامت باشید و بینندگان عزیز یک بار دیگر خاطر نشان میکنیم که برنامه امروزه ما با اشتراک رخشاد اشوربک و دیرکتور جمعیت دارای مسئولیتش محدود تشکیلات قرضدهی رشد کوهستان زینب محمد نظرزاده مدیر فیلال رقم 66 بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در ولایت مختار کوهستان بدخشان زین العرب قاضی دولتزاده مدیر شعبه منطقوی بانک ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت محمد ارشور محمد اکبرов دیرکتور فیلال جمعیت سهامی پوشیده اولین بانک مالیوی خرد در ولایت مختار کوهستان بدخشان و نسیم رحمتشاهیف راهبر جمعیت دارای مسئولیتش محدود تشکیلات خرد قرضدهی مدینه و همکاران
اشتراک داشتند. بار دیگر از حضور هر یک شما در برنامه امروزه سپاسگزاری خودمان را بیان میکنیم و بینندگان عزیز در همین جا میرسیم به پایان برنامه. تا واخری در برنامه های آینده تن صحت و خانه آباد باشید.